امشب شب اول عید است و کابل کاملا رنگ دیگه را به خود گرفته و ما همچنان عید سعید فطر از صمیم قلب به تمامی شما عزیزان تبریک میگم. امیدوار هستم که در کنار خانوادهتان خوش باشین و تمام شبها و روزایتان مانند عید بگذره. امشب ما خیلی خوشبخت هستم که مهمان یک تن از ورزشکاران هستم و ما تنها مهمان نیستم، دو هنرمند محبوب و مشهور کشور که شما با چهره و با نامش آشنا هستین اونا هم میهمان هستن. امیدوار هستم که پیش از من رسیده باشن و شما را منتظر نمانن، ما را هم چشم برا نمانن. و دوستا میفهمین که میزبان ما کی هستن؟ ما براتون میگم، ما میگم باشه ای که میزبان ما کی هستن. هر وقتی که رسیدیم خودتان ببینیم که کی از ما میزبانی کرده و ببینیم که چی ترتیبات گرفته. فقط چند لحظه دیگه صبر کنیم، ما میرسیم در خانه میزبان. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. شکر که در خانه بودین، شما رو دیدیم. سلامت باشین. روز اولی چه قسم گذشت؟ بسیار خوب. کجا رفتید؟ در این برنامه تلویزیون کم مصروف بودیم دیگه. خانه خواهرم رفتم، خانه خاله جان زیاد چکر زدیم. امروز دیگه شروع شد. از خود بگوین. اتفاقا جای نرفتیم تا هنوز. دوستاست میان ورزشکار هستن. خب دوستا سلام ما هم مانده بود به خاطر که مهمترین شخص در برنامه تا حال نامدن و آن تایم نیستن. سلام، میره براتون تبریک میگم. خوب هستین؟ خوش باشین، سلامت. تشکر، زنده باشین. تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین. خواهش میکنم. جمع از هنرمندای محبوب و مشهور هم اینجا دعوت کردین. خانواده خبر داره سرتون؟ اینطور نشه که مادر جان و پدر جان چوب گرفته بیای ما رو دوباره پس بکشه. دقیقاً همه که خبر داره و یعنی رسم آنانات ما و شماست که میزبان باشیم، مهمان شویم. عید است، بالاخره روزای عید 3 روز عید باید ما به خوشی سپری کنیم. ما خیلی خوشبخت هستم که در کنار دو هنرمند خوش آواز و میزبان ما رئیس صاحب فدراسیون بدمنتون مستوره آرزو است در کنار ما است و همچنان یک برادر دیگه ما که فعالیت دارند در رشته بدمنتون با ما هستن. امیدوار هستیم برنامه را امشب تقدیمتان میکنیم، از برنامه خوشتان بیاد و لذت ببرین. خب شروع میکنیم. اولین سوال از رئیس صاحب بدمنتون من میپرسم که روز اول عید کجا رفت؟ چی کرد؟ اگرچه خانم‌ها خب زیاد علاقه‌مند هستن که عید تجلیل بکنن یا طلا بخرن و یا میمانی برن و یا در بعض عروسی‌ها بسیار زود اشتراک میکنن. ببینیم که امروز کجا رفتن. خب کجا رفتین امروز؟ اجازه بدین که مسئله تلویزیون شما عید تبریک بگم به تمام هموطنان عزیز و همچنان به تمام کارکنان تلویزیون زیبای خورشید. با امید از اینکه طاعت عبادات یک ماه یا رمضان به درگاه خداوند قبول شده باشد. تا به حال هیچ جای نرفتیم، فقط ما میزبانی کردیم. بسیار خوب. بخصوص ورزشکاران میان و دوستایی که هست. انشالله فردا تصمیم گرفتیم که به احترام بزرگواریم. ما فکر کردم که شاید جای دیگه هم نمانده باشه برای رفتن، شاید رفته باشن. به خاطر دخترها خود گفتم زیاد علاقه‌مند هستن که تجلیل بکنن. حالی از دو خوش آواز و دو هنرمندی که واقعا آوازشان شادی میبخشه میپرسیم که کجا رفتن در روزای. خب خوشبو جان، جای رفتین شما یا جای نرفتین مثل خانم آرزو میزبانی کردین؟ خب روز عید به تمام عزیزای دل خود تبریک میگم و در هر گوشه دنیا، در هر گوشه کره خاکی که زندگی میکنن مسلمانای جهان عید از صمیم قلب براتون تبریک میگم. و من امروز خواستم که دیدن آرزو جان بیایم و چون یک خانم بسیار با قدر، با عزت و همچنان زحمتکش هستند، به خاطر از خواستم که ایشان بیایم و از نزدیک ببینیمشان. خب تا فعلا جای نرفتیم، فقط یک جای که پدر مادر است که حق اول از اوناست اوجا رفتیم میدی کردن و دیگه بزرگان ماندن. اگر وقت نشد از میشه دیگه من مذرت میخوایم. پدر مادر گفتین خانه خسرو خوشی نرفتین؟ اونجا خواست نه امروز اوناست. خوب است. از بانوس پوشمای میپرسیم کجا رفتن، چی کردن، دیگه ایدا کجا می بودن، خصوصا در روز اول و دوم امشب که با ما هستن. در این شب
در سال گذشته کجا بودن. امیدوار هستیم که در خاطراتشان در ذهنشان بقدر مانده باشه. وقت بیشتر تبریک اگرچه ناگفته نمانه در سن سال 60 سالگی به شهرت هم رسیده. ببینیم کار چطور. من پیشترم یادم شدم که از من خوشکر مادرم در خانه سرسی نکردیم و متوجه باشی من مقصد حال تصمیم ندارم که ازدواج بکنیم. میگم نه خیر نمیفهم. ما هم تصمیم ندارم. دیگه جای دیگه نرفتیم، فقط در برنامه تلویزیون رفتیم و خانه خوار کلام رفتیم، بس یک خانه خالم رفتیم، بس دیگه جای نرفتیم. دیگه کجا میرفتیم؟ دیگه مانده. امی زبان دخترها که است برعکس است. بعضی دخترها میگن میکشمت، یعنی بسیار زیاد دوست دارم. مثلا من تصمیم ندارم، یعنی تصمیم دارم. حتما تو را کدام دختر گفتم میکشمت. خب از خانم آرزو میپرسم که فرهنگ ایده بیشتر کدام فرهنگش زیادتر خوش داره و از کدام فرهنگ زیادتر خوشایند است برش تجلیل بکنه؟ زیادتر واقعا فرهنگ و رسم و رواجی که افغانستان داره و مسلمان ها داره، می ایده البته که به دیدن دوستان میرن و میوه میگیرن، یک تجلیل خاص دارن از این روز و خوشی دارن. خینه میکنه دخترها، لباس میسازن دخترها و بچه ها. در کل قبلا نام یادآور شدم ایدی میگیرن. در کل خیلی خوشایند است، بسیار زیباست. بخصوص وقتی که من طفل بودم بسیار زیاد خوشایند بود برای من. بسیار یک علاقمندی خاص من تجلیل میکردم از اید و قبل لباس تیار میکردم. همون شب که فرداش عید می بود بسیار هیجانی می بودم که فردا عید است، من میرم به عیدی کردن میرم یا با فامیل میرم. در کل فرهنگ بسیار خوب داریم ما و شما و خوشایند است. واقعا جای شک نیست. چطور دیگه دخترها بگن که ما لباس جور کردیم؟ متوجه بودین ما در کل ما را از فرهنگ لباس خوشم، یعنی ما لباس بسیار مقبول جور کردیم. واقعا باش من برشان تبریکی بودم دیگه. تبریک باشه لباسم به خاطر گفتین ما را زیادتر از اما ما به این جور نکردیم. ما به لباس جور نکردیم. یک چیزی که فراموش شاید از عید گذشته باشه. مختص مدمی چند سال به عنوان عید من لباس آماده نمی کنم. خب قبل از عید من عید آماده کردم. بسیار مقبول است. بسیار مقبول است. لباس ما را کس تبریکی نداد. ما از بانو آرزو هم تبریکی دادم. حالا خانمان نگویند، خانم‌ها گله میکنن، حالا بچه‌ها هم گله میکنن. من گله نمیکنم. ما میخوایم تبریکی بودم به دو بانوی دیگه هم که اونا گله از من نکنن. تبریک باشه لباسایتان بسیار مقبول هم است. زنده باشین، سلامت باشین، از خودتان همچنان و نام خدا بسیار یک لباس مقبول سرخ و سفید ست کردن، همچنان جلبل هم داره. امرای ما دیگه نمیفهم تاسف داره. امرای کسایی که جلبل دارن ما ششتیم جلبل میکنه. بسیار زیباست لباس. از شما هم تبریک باشه زنده باشین، همشون بر خودتان بسیار یک ذوق عالی داریم. در جای شک نیست. بسیار یک رنگ مقبول انتخاب کردی برای خود. واقعا سرخ، سفید، سبز و رنگ‌های دیگه تمامش رنگ کشیده امروز برنامه. جا داره که من از شما اردو بپرسم به ارتباط آهنگای ویژی دی تالی به ارتباط عید کدام آهنگ سرودین شما اردو خواندین یا در آینده تصمیم دارین بخوانین؟ خب تا فعلا درست نکردیم آهنگ دی و تصمیم داریم که بخیر آهنگ دی بخوانیم. همچنان نگفتن هماند دوستا که ما از پشمه جان بزرگانه میخوانیم امیدوار هستم عید دیگه ما شاید آهنگ دوگانه‌شان باشیم انشالله و امیدوار هستم که این وعده را که دادن حتما بخیر و برنامه دیگه و عید دیگه بخیر ما شاید آهنگ از اینا باشیم. دوباره میایم از بانو آرزو میپرسیم در رابطه با زندگی خصوصیشان که در خانواده چند نفر هستن؟ تقریبا 1 درجن. 1 درجن مثل درجن کیله؟ یعنی 12 نفر؟ کمتر از 12. مثلا چند نفر؟ 3 خواهر هستیم، 6 برادر. بانو آرزو در مورد تحصیلاتتان بگین، چقدر تحصیل کردین و آیا تحصیلاتی را که شما کردین یعنی کافی است یا میخواین پیش برین؟ من صنف 12 از لیسه رحمان مینه یعنی از کابل فارغ شدم و بعدا
به یکی از پانتون‌های خصوصی مراجعه کردم و رشته اقتصاد هم درس خواندم و در ضمنش 1 سال دیگه هم در رشته تجارت درس خواندم و یک مدت بسیار کم در امریکا در رشته تجارت درس خواندم و فعلا در ماستری میخوانم که البته در کشور هند و تحصیلات هر قدر که کنی بسیار کم است. هر قدر که ما بیاموزیم، هر قدر که ما تحصیل کنیم، فکر کنم در زندگی ما بسیار زیاد اهمیت داره. خوب است. ما فقط هرچی بیشتر برشان میخوایم. ما همیشه گفتیم که یک تن از بانوان فعال است، همیشه فعال بوده، فعالیت داشته و با امید ما فقط هرچی بیشترش. میشه بگوین که الگوی زندگیتون کی بوده؟ هیلاری کلینتون. هیلاری کلینتون چی ویژگیش خوشتان آمد که شما الگو یک خانم خیلی مبتکر است. خلاقیتایی که دارم بسیار زیاد علاقمند هستم و میخوایم که به مو شکل باشم، چون الگوی مثلا و میخوایم که رایشان تحقیق کنیم. امیدوار هستم به این آرزوی خود برسن و اگر این بار موفق نشدین که ببینین باز من بگین که یک تماس بگیریم حتما میبینیتون. خب شوخی کردم. ما از خوشبو جان میپرسم که تا حالا چقدر آهنگ دارن و آهنگایشان بیشتر من مطمئن هستم شاد است. آهنگ آرام هم دارن ندارن، تصمیم دارن بخوانن ندارن. خوشبو جان چطور؟ آهنگ خب بسیار کم است، زیاد ندارم آهنگ و آهنگی که مرا به شهرت رساند پارچه خواندین؟ نه خیر نه بسیار کم. آهنگی که مرا به شهرت رساند آهنگ گندشکک بود. آوازتان شادی میبخشه. آوازتان در آوازشان نمیفهم که چی ویژگی نهفته است و همیشه آهنگای شاد میخوانند، همیشه شادی چی که همیشه شانا رو در پرش میارن توسط خصوصا آهنگ گنجشککشان. و آهنگای آرام چند آهنگ دارید؟ آهنگ آرام یک غزل پشتو دارم بس. از پروژه شما چطور؟ چند آهنگ دارین؟ 30 پارچه آهنگ دارم. اوه ماشاءالله. ما خود گفتم به سن 60 سالگی 60 سال باید 30 پارچه باید میخواند که خوانده. 30 پارچه آهنگ دارم. در بین 30 پارچه 2 آهنگش فارسی است، هر دویش آرام است و یک آهنگ پشتوی ما مسکو هم آرام است. هم خواستم به شعراش مسمی حامد است در دویش از هیچ کس در شاولی مجبور هستم. میگن که هنرمند همیشه امو شعر را که انتخاب میکنه یا امو کمپوزر را که انتخاب میکنه توسط از او احساس خود بیان میکنه. چرا شما آرام میخوانین؟ مرا خوشم میاد، چون شادم خوشم میاد، آرامم خوشم میاد. آرامم خوش زیادتر آرام میشنوم، آرام خوش دارم که ثبت کنم بخوانم. خب یا خودش میاد یا خطش خیر است. شادم بخوانین. کدام غذا را خوبتر یعنی لذیذتر پخته میکنین؟ خب من غذایی که دوست دارم قورمه سبزی است. من قابلی را زیاد دوست دارم. امیار به شرق برای خودم زیاد خوب درست میکنم و وقتی که دیگران فرمایش بده باز اون وقت مجبور میشم که درست کنم. بدلشان اگه درست نکنم باز ناراحت میشم. خوشبو جان در کنار از اینکه هنرمند هستن یک آشپز واقعا لایق هم هستن و اما چیزی گفتنی دارم. قدر نه که شما تعریف میکنید. یک روز دستپخت هم میخورین انشاءالله. هزار دفعه چون خب اعتماد شد که باز ما بگویم ما میمان میشیم باز شما بگوین والا ما آره دیگه خانه نیستیم. نه مثلا نمیشه. شما تشریف بیاریم. آلی از اسپوژمای میپرسیم. اسپوژمای یک گلاس در چند ساعت شسته میتونی؟ یک گلاس در 40 دقیقه. در 40 دقیقه معلوم میشه. اما تا آرام البته آهسته آهسته میرن دیگه گلاس هم میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. باز یک زمزمه میکنن. راستی بیشتر اوقات که کار میکنی خودت در جریان جارو کردن یا یعنی دیگ پختن آهنگ زمزمه میکنی؟ بله آهنگ زمزمه میکنم. یک زمزمه کو؟ حاله؟ زمزمه؟ درست است چرا نه؟ زمزمه جدی؟ جدی؟ درست است. मत में शुलस्ता कट के बंगड़ी ला लिया, मत में शुलस्ता कट के बंगड़ी ला लिया, मड़वन में शू खाली 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 ला लिया, मड़वन में शू खाली 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 ला लिया, मत में शुलस्ता कट के बंगड़ी ला लिया. بسیار عالی، بسیار مقبول.
اونجا همکارک تکنیکی ما بیچاره گریه داره. چطور است که در همین لحظات برنامه از خوشبو یک آهنگ شاد بشنیم تا اینکه گریه زود چون آرام خواهند؟ فکر کنم که بیچاره عاشق از دیگور پس دوباره شاد بسازیم. خوشبو جان یک زمزمه میکنین؟ هزار دفعه چرا نه به اجازه بزرگترا یک زمزمه کوتاه براتون میکنم. امیدوار هستم که دور نرین از تلویزیون نگریزین چون خوب نمیخوام. نه خواهش میکنم چه که سنفسی میکنین. قطغن ساز وطن نغمه هایش دل پسند با خانم از دل و جان چو بلبل در چمن. زنده باد افغانستان همیشه باد گلستان شیر بچه های شمالی همه ایشان از قدردان. بسیار زیبا، بسیار مقبول اردید، بسیار مقبول زمزمه کردین. سپوږمۍ جان آرام زمزمه کردن، شما یک آهنگ شاد زمزمه کردین. واقعا پس دوباره همکارم یک ذره باحال شد، خوب شد. چطور بود؟ شما چی نظر دارین در مورد آهنگ دو هنرمند محبوب مشهور؟ کوچکتر ازشم که نظر بتم اما خیلی مقبول. جا داره که ما امشب در خانه مستوره آرزو رئیس بیتمنتون هستیم و خانهش بسیار مقبول دیکور شده. ما میخوایم بپرسم که چطور خودش دیکور کرده یا از کس دیگه کمک گرفته؟ فقط شما که میگین یعنی به اون سطح هم خیلی دیکورش مقبول نیست، ولی باز هم خیلی من خوش دارم دیزاین چی در سالن باشه، اتاق خواب همگیش خواستم به سلیقه خود آمادهش بکنم. البته با کمک امشیرین بود. این چیزی که میبینین آماده یعنی کردیم. که دیگه خودتان قدر خلاق نیستین، امشیریتون این کارا رو کرده؟ تقریبا مفکورا البته مشابه بوده و با نظر هم دیگه خواستم که چیزه. خوشبو جان، سپوږمۍ جان، او را که میبینین میوه خشک است نخورین، سیل کنین. خوردیم، ما خوردیم. وقتی که تشریف آوردم هیچ چیز نگرفتم. آرزو جان گرفتیم همه چیز. خاطر است که خب تا حالا که ما چیز نخوردیم چطور است میار در جیب خود پر کنیم؟ حتما دلتون شده بفرمایید خانه خودتان است. در جیب پر میکنیم. شما موافق هستین خانم آرزو در جیب پر کنیم؟ نه خیلی. یا میگن بر خوردن از بر بردن؟ نه به خوردن است. اینجا میتونین که شما نوش جان کنین. شوخی کردیم ما هم نمیبردیم دیگه. خب خیر، حالا که گفتن حتما من یک بادام میخورم و شما هم نوش جان بکنین دیگه. یک میمان دیگه که اینجا در کنار ما نشسته گپای ما را گوش داره، هیچ چیز نمیگه. نمیفهم دلیل چی است، از خودش میپرسیم. حتما روزه سرش تاثیرگذار شده، زیاد تاثیر گذاشته، به او خاطر همونطور آرام به انرژی مانده. خب توریالای جان، یک سلام تقدیم بکنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون خورشید. دو هنرمند هنگر طلایی افغانستان، خوشبو جان و سپوږمۍ جان و همچنان رئیس حزب بزرگوار و دم به شما و دوستان و همکارای تکنیکی که اینجا تشریف دارم. طاعات و عبادات بیننده های عزیز، شب نشینی هایتان که در طول یک ماه مبارک رمضان شما انجام دادیم و درگاه الله قبول و امیدوار هستم که یک ماه بسیار خوب و تمام طاعات و عباداتان مورد قبول درگاه الهی قبول شده باشند. خب ما منتظر هستم که شما بگین با هم چیزایی که داریم شریک بکنیم و تا هنوز یک شنونده خوب بودیم. پس ببینیم که شما چی دارین، ما چی گفتنی دارم به شما. یعنی تاییدم گپای ما را شنونده بودی، شنیدی گپای ما را، از کدام گپ ما بیشتر خوشت آمد و از کدام بحث ما میشه بگی؟ خب بحث اولتون که مسئله عنعنه بود، کلچر بود و کلتور مردم افغانستان بود، تجلیل از عید بود. همچنان که رئیس حزب گپای خوبی را یادآوری کردن و نکات خوب را گفتن. همچنان از دستاوردهای دو هنرمند خوب افغانستان شمارد کردن و دستاوردهاشون گفتن که همه دستاوردهاشون چشمگیر بود و در آن تمام بحثی که شما کردین مورد پسند قرار گرفت و با جان دل شنید. خب توریالای عزیز، چطور است در مورد تجلیل فرهنگ مردم تخار کمی بگین؟ مردم تخار عید چگونه تجلیل میکنن؟ روز اول عید، روز دوم عید، الا روز سوم عید؟ یک کمی در مورد فرهنگ بگین. من فکر میکنم که تجلیل از عید در سطح افغانستان یکسان است. با اندک تغییرات در سطح
یگان ولایت یگان تغییرات اندکی داره که اون نمیشه که تشنگی بود. ولی در تخار خب روز اولی به شکلی که نمازی را ادا میکنن، بعد از نمازی اکثر از بزرگوار را میبینن، بزرگایی که حداقل در روزهای دوم و سوم میدونن مصروف هستن. عید یعنی دیر وادید. چقدر خوب است که ما از این فرصت خوب استفاده بکنیم، به خاطر با کسایی که مشکل داریم با یک پیام یا با یک تماس مشکل خود دوباره حل بسازیم. و بانو آرزو فکر کنم چیزی گفتنی داره. واقعا جا داره که من تشکر کنم از مجیدی صاحب که در قسمت ورزش بدمنتون با ما خیلی همکاری کردن. یک ولایت که خیلی سنتی میاندیشه، یک ولایت که اصلا اونجا اجازه ندارن به درستی مکتب برن یا درس بخونن، چی خواسته که ورزش کنن. بخصوص خانما که در دشوارترین شرایط همکاری میکنن و همکار هستن با فدراسیون بدمنتون. یک جان تشکر و با امید از اینکه ما بتونیم در تمام ولایت خود داشته باشیم، در بخش دخترها ورزشکارای خوب داشته باشیم. اما قسمه که میگن جامعه به افراد و اشخاص سالم ضرورت داره، پس نیاز است که ما همچه اشخاص را تربیه بسازیم. و باز هم تشکر از شما و از دوستای بسیار خوب ما. خیلی صحبت کردیم، اما عید بود که چیز شما نوشجان نکردین و نانم آماده است، میشه که شما بریم غذا را نوشجان کنیم. تشکر. امروز سرما آشپزی کردین، شما دیگر مجبور هستین که نوشجان کنین تا آخر. واقعا غذا تمامش لذیذ بود، مزه‌دار بود، من لذت بردم و جا داره که تشکری بکنم از مستوره آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون که ما را دعوت کردن و از ما میزبانی کردن. تشکر بانو مستوره. یک جان از شما هم تشکر بخاطر از که امروز شما اینجا تشریف آوردین، دعوت ما را قبول کردین و به امید است که غذا مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگرچه خیلی لایق نیستم در آشپزی، ولی با آن هم یک چیز بسیار کمه آماده کردیم. به امید است که خوب باشه و اگر کدام کمی کاستی بود ببخشید. در جای شک نیست که لایق هست. قضاوت درست کنید. زیاد مزه‌دار بود غذاشان. من بسیار خوش شدم که بدون کدام آلایش شما قضاوت کنین. خاطرتان جمال دیگه تمامش تمام از غذا بود خوردیم دیگه، حالا کدام چی میگن کدام کار دیگه یا کدام گپ دیگه هم نیست که ما تعریف ناق بکنیم. حقیقت لذت بردیم و جا داره که از خوشبو جان و خوشمای جان هم بپرسیم که چطور بود؟ مزه‌دار بود؟ شما قضاوت بسیار بکنید. مزه‌دار بود. مزه‌دار، آشک بسیار مزه‌دار، همچنان قابلی و بنیر خود تا حال نچشیدیم. طبعا و هم شیرین و مزه‌دار است، بسیار خوشمزه بود دستپخشان و امیدوار هستم که بخیر جبران کنیم که اینا بخیر هم در خانه ما تشریف بیارن. تمام دوستایی که با ما هستن در برنامه و همچنان عزیزایی که در پشت صحنه با ما همکار بودن، امیدوار هستم که با ما بیان در خانه ما و غذایی که من درست میکنم نوش جان کنن و من جبران کنم باشم. خب در آخر تشکر از توریالا جان، مستوره جان، از اسپوجمای جان، از خوشبو جان و تشکر در کل از همه ما که اینجا جمع شدیم، از این شب زیبا لذت بردیم و تشکری میکنم از تمامی شما عزیزان که تا ایدم برنامه را بیننده بودین. امیدوار هستم مورد علاقهتان قرار گرفته باشه، از برنامه لذت برده باشین. تمامیتان به پروردگار بی‌نیاز میسپارم. اصلا آهنگ گندشکک بود. آوازتان شادی میبخشه. آوازتان در آوازشان نمیفهم که چی ویژگی نهفته است و همیشه آهنگای شاد میخوانند، همیشه شادی چی که همیشه شانه رو در پرش میرن توسط خصوصا آهنگ گنجشککشان. و آهنگای آرام چند آهنگ دارید؟ آهنگ آرام یک غزل پشتو دارم بس. اسپوجمای شما چطور؟ چند آهنگ دارین؟ 30 پارچه آهنگ دارم. اوه ماشاءالله. من خود گفتم به سن 60 سالگی 60 سال باید 30 پارچه باید میخوان که خوانده.
سی پارچه آهنگ دارم. در بین سی پارچه 2 آهنگش فارسی است، هر دویش آرام است و یک آهنگ پشتوی ما مسکو هم آرام است. هم خواستم و شعراش هم از همه حامد است در دویش. از هیچ کس شاولی مجبور هستم. میگن که هنرمند همیشه امو شعر را که انتخاب میکنه یا امو کمپوزر را که انتخاب میکنه توسط از او احساس خود بیان میکنه. چرا شما آرام میخوانید؟ مرا خوشم میاد، چون شادم خوشم میاد، آرامم خوشم میاد. آرامم خوش زیادتر آرام میشنوم، آرام خوش دارم که ثبت کنم بخوانم. خب یا خودش میاد یا خطش خیر است، شادم بخوانید. کدام غذا را خوبتر یعنی لذیذتر پخته میکنید؟ خب من غذایی که دوست دارم قورمه سبزی است. من قابلی را زیاد دوست دارم. امیار را شب برای خودم زیاد خوب درست میکنم و وقتی که دیگران فرمایش بده باز اون وقت مجبور میشم که درست کنم، بدلشان اگه درست نکنم باز ناراحت میشم. خوشبو جان در کنار از اینکه هنرمند هستن یک آشپز واقعا لایق هم هستن و اما چیزی گفتنی دارم قدر نه که شما تعریف میکنید. یک روز دست پخت میخوریم انشالله. هزار دفعه خب احتمال شده که باز ما بگیم ما میمان میشیم باز شما بگین والا ما آره دیگه خانه نیستیم. نه مثلا نمیشه. خوب است. آلی از اسپوژمای میپرسم اسپوژمای یک گلاس در چند ساعت شسته میتونی؟ یک گلاس در 40 دقیقه. در 40 دقیقه معلوم میشه. اما تا آرام البته آهسته آهسته میرن دیگه گلاس هم میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم باز یک زمزمه میکنن. راستی بیشتر اوقات که کار میکنی خودت در جریان جارو کردن یا همی دیگ پختن آهنگ زمزمه میکنی؟ بله آهنگ زمزمه میکنم. یک زمزمه کن. حاله؟ زمزمه؟ درست است چرا نه؟ زمزمه. جدی؟ درست است. مت مشولستا کٹ کے بنگڑی لالیا مت مشولستا کٹ کے بنگڑی لالیا مڑون مشو خالی 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 لالیا مڑون مشو خالی 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 لالیا مت مشولستا کٹ کے بنگڑی لالیا. بسیار عالی، بسیار مقبول. اونجا همکارک تکنیکی ما بیچاره گریه داره. چطور است که در همین لحظات برنامه از خوشبو یک آهنگ شاد بشنیم تا که گریه زود چون آرام خواهند فکر کنم که بیچاره عاشق از دیگه پس دوباره شاد بسازیم. خوشبو جانم یک زمزمه میکنیم؟ هزار دفعه چرا نه به اجازه بزرگترا یک زمزمه کوتاه براتون میکنم. امیدوار هستم که دور نرین از تلویزیون نگذاریم چون خوب نمیخوام. نه خواهش میکنم چه که سرفسی میکنیم. قطغن ساز وطن نغمه هایش دل پسند با خانم از دل و جان چو بلبل در چمن. زنده باد افغانستان همیشه باد گلستان شیر بچه های شمالی. بسیار مقبول است، بسیار مقبول است. لباس ما را کس تبریکی نداد. ما از بانو آرزو هم تبریکی دادم. حالا خانمان نگویند، خانم‌ها گله میکنن، حالا بچه‌ها هم گله میکنن. من گله نمیکنم. من میخوایم تبریکی بودم به دو بانوی دیگه هم که اونا گله از من نکنن. تبریک باشه، لباسایتان بسیار مقبول هم است. زنده باشین، سلامت باشین، از خودتان همچنان و نام خدا بسیار یک لباس مقبول سرخ و سفید ست کردن. همچنان جلبل هم داره. امرای ما دیگه نایفهم توسط داره. امرای کسایی که جلبل دارن ما ششتیم جلبل میکنن. بسیار زیباست لباس. از شما هم تبریک باشه. زنده باشین، همشون بر خودتان بسیار یک ذوق عالی داریم. در جای شک نیست. بسیار یک رنگ مقبول انتخاب کردی برای خود. واقعا سرخ، سفید، سبز و رنگ‌های دیگه تمامش رنگ کشیده امروز برنامه. جا داره که من از شما اردو بپرسم به ارتباط آهنگای ویژی دی تالی به ارتباط اید کدام آهنگ سرودین شما اردو خواندین یا در آینده تصمیم دارین بخوانین؟ خب تا فعلا درست نکردیم آهنگ دی و تصمیم داریم که بخیر آهنگ دی بخوانیم. همچنان گفتن همانه دوستا که ما اسپوژمای جان رو بگانه میخوانیم امیدوار هستم اید دیگه ما شاید
آهنگ دوگانهشان باشیم انشالله. و امیدوار هستم که این وعده را که دادن حتما بخیر و برنامه دیگه و عید دیگه بخیر ما شاید آهنگ از اینا باشیم. دوباره میم از بانو آرزو میپرسیم در رابطه با زندگی خصوصیشان که در خانواده چند نفر هستند؟ تقریبا 1 درجن. 1 درجن مثل درجن کیله؟ یعنی 12 نفر؟ کمتر از 12. مثلا چند نفر؟ 3 خواهر هستیم، 6 برادر. بانو آرزو در مورد تحصیلاتتان بگین، چقدر تحصیل کردین و آیا تحصیلاتی را که شما کردین یعنی کافی است یا میخواین پیش برین؟ من صنف 12 از لیسه رحمان مینه یعنی از کابل فارغ شدم و بعدا به یکی از پانتونهای خصوصی مراجعه کردم و رشته اقتصادم درس خواندم و در ضمنش 1 سال دیگه هم در رشته تجارت درس خواندم و یک مدت بسیار کم در امریکا در رشته تجارت درس خواندم و فعلا در ماستری میخوانم که البته در کشور هند و تحصیلات هر قدر که کنی بسیار کم است. هر قدر که ما بیاموزیم، هر قدر که ما تحصیل کنیم، فکر کنم در زندگی ما بسیار زیاد اهمیت داره. خوب است. ما فقط هرچی بیشتر برشان میخوایم. ما همیشه گفتیم که یک تن از بانوان فعال است، همیشه فعال بوده، فعالیت داشته و با امید موفقیت هرچی بیشترش. میشه بگوین که الگوی زندگیتون کی بوده؟ هیلاری کلینتون. هیلاری کلینتون چی ویژگیش خوشتان آمد که شما یک خانم خیلی مبتکر است. خلاقیتایی که دارم بسیار زیاد علاقمند هستم و میخوایم که به مو شکل باشم، چون الگوی هستم و میخوایم که رایشان تحقیق کنم. امیدوار هستم با این آرزوی خود برسن و اگر این بار موفق نشدین که ببینین باز من بگین که یک تماس بگیریم حتما میبینیتون ان شاء الله. خب شوخی کردم. ما از خوشبو جان میپرسم که تا حالا چقدر آهنگ دارن و آهنگایشان بیشتر من مطمئن هستم شاد است. آهنگ آرام هم دارن ندارن، تصمیم دارن بخوانن ندارن؟ خوشبو جان چطور؟ آهنگ خب بسیار کم است، زیاد ندارم آهنگ و آهنگی که مرا به شهرت رساند. پاچه خوندین؟ نه خیر نه، بسیار کم. آهنگی که مرا به شهرت امشب شب اول عید است و کابل کاملا رنگ دیگه را به خود گرفته و ما همچنان عید سعید فطر از صمیم قلب به تمامی شما عزیزان تبریک میگم. امیدوار هستم که در کنار خانوادهتان خوش باشین و تمام شبها و روزایتان مانند عید بگذره. امشب ما خیلی خوشبخت هستم که مهمان یک تن از ورزشکاران هستم و ما تنها مهمان نیستم، 2 هنرمند محبوب و مشهور کشور که شما با چهره و با نامش آشنا هستین اونا هم میهمان هستن. امیدوار هستم که پیش از من رسیده باشن و شما را منتظر نمانند، ما را هم چشم برا نمانند. و دوستا میفهمین که میزبان ما کی هستن؟ ما براتون میگم. ما میگم باشه ای که میزبان ما کی هستن. هر وقتی که رسیدیم خودتان ببینیم که کی از ما میزبانی کرده و ببینیم که چی ترتیبات گرفته. فقط چند لحظه دیگه صبر کنین، ما میرسیم در خانه میزبان. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. شکر که در خانه بودین، شما رو دیدیم. سلامت باشین. روز اولی چه قسم گذشت؟ بسیار خوب. کجا رفتید؟ در این برنامه تلویزیون کم مصروف بودیم دیگه. خانه خواهرم رفتم، خانه خاله جان زیاد چکر زدیم. امروز دیگه شروع شد. از خود بگوین. اتفاقا جای نرفتیم تا هنوز. دوستاست میان، ورزشکار هستن. خب دوستا سلام هم مانده بود به خاطر که
مهمترین شخص در برنامه تا حال نامدن و آن تایم نیستند. سلام، ایده براتون تبریک میگم. خوب هستین؟ خوش باشین، سلامت. تشکر، زنده باشین. تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین. خواهش میکنم. جمع از هنرمندای محبوب و مشهور هم اینجا دعوت کردین. خانواده خبر داره سرتون؟ اینطور نشه که مادر جان و پدر جان چوب گرفته بیای ما رو دوباره پس بکشه. دقیقاً همه خبر داره و یعنی رسم عنعنات ما شماست که میزبان باشیم، مهمان شویم. عید است، بالاخره روزای 3 روزی باید ما به خوشی سپری کنیم. ما خیلی خوشبخت هستم که در کنار دو هنرمند خوش آواز و میزبان ما رئیس صاحب فدراسیون بدمنتون مستوره آرزو است، در کنار ما است و همچنان یک برادر دیگه ما که فعالیت دارند در رشته بدمنتون با ما هستن. امیدوار هستیم برنامه را امشب تقدیمتان میکنیم، از برنامه خوشتان بیاد و لذت ببرین. خب شروع میکنیم. اولین سوال از رئیس صاحب بدمنتون من میپرسم که روز اول عید کجا رفت، چی کرد؟ اگرچه خانم‌ها خب زیاد علاقه‌مند هستن که عید تجلیل بکنن یا طلا بخرن و یا میمانی برن و یا در بعض عروسی‌ها بسیار زود اشتراک میکنن. ببینیم که امروز کجا رفتن. خب کجا رفتین امروز؟ اجازه بدین که من از تلویزیون شما عید تبریک بگم به تمام هموطنان عزیز و همچنان به تمام کارکنان تلویزیون زیبای خورشید. با امید از اینکه طاعت و عبادات یک ماه یا رمضان به درگاه خداوند قبول شده باشه. تا به حال هیچ جای نرفتیم، فقط ما میزبانی کردیم. بسیار خوب. بخصوص ورزشکاران میان و دوستایی که هست. انشالله فردا تصمیم گرفتیم که به احترام بزرگواریم. من فکر کردم که شاید جای دیگه هم نمانده باشه برای رفتن، شاید رفته باشن. به خاطر دخترها خود گفتم زیاد علاقه‌مند هستن که تجلیل بکنن. حالی از دو خوش آواز و دو هنرمندی که واقعا آوازشان شادی میبخشه میپرسیم که کجا رفتن در روزای. خب خوشبو جان، جای رفتین شما یا جای نرفتین مثل خانم آرزو میزبانی کردین؟ خب روز عید به تمام عزیزای دل خود تبریک میگم و در هر گوشه دنیا، در هر گوشه کره خاکی که زندگی میکنن مسلمانای جهان عید صمیم قلب براتون تبریک میگم. و من امروز خواستم که دیدن آرزو جان بیایم و چون یک خانم بسیار با قدر، با عزت و همچنان زحمت کش هستن، به خاطر از خواستم که شان بیایم و از نزدیک ببینیمشان. خب تا فعلا جای نرفتیم، فقط یک جای که پدر مادر است که حق اول از اوناست، اوجا رفتیم میدی کردن و دیگه بزرگان ماندن. اگر وقت نشد از همیشه دیگه من مذرت میخوام. پدر مادر گفتین خانه خسرو خوشی نرفتین؟ اونجا خواست؟ نه امروز از اوناست. خوب است. از بانوس پوشمای میپرسیم کجا رفتن، چی کردن، دیگه ایدا کجا می بودن، خصوصا در روز اول و دوم امشب که با ما هستن، در این شب در سال گذشته کجا بودن؟ امیدوار هستیم که در خاطراتشون در ذهنشون بقدر مانده باشه. وقت بیشتر تبریک اگرچه ناگفته نمانه در ایستون سال 60 سالگی به شهرت هم رسیده. ببینیم کار چطور. من پیشترم یادم شدم که از من خوشکل مادرم در خانه سرسی نکردیم و متوجه باشی من مقصد حال تصمیم ندارم که ازدواج بکنیم. میگم نه خیر نمیفهم، ما هم تصمیم ندارم. دیگه جای دیگه نرفتیم، فقط در برنامه تلویزیون رفتیم و خانه خوار کلام رفتیم، بس یک خانه خالم رفتیم، بس دیگه جای نرفتیم. دیگه کجا می رفتیم؟ دیگه مانده. امی زبان دخترها که هست برعکس است. بعضی دخترها میگن میکشمت، یعنی بسیار زیاد دوست دارم. مثلا من تصمیم ندارم، یعنی تصمیم دارم. حتما تو را کدام دختر گفتم میکشمت. خب از خانم آرزو میپرسم که فرهنگ ایده بیشتر کدام فرهنگش زیادتر خوش داره و از کدام فرهنگ زیادتر خوشایند است باش تجلیل بکنه؟ زیادتر واقعا فرهنگ و رسم و رواجی که افغانستان داره و مسلمان ها داره، می ایده البته که به دیدن دوستا میرن و میوه میگیرن، یک تجلیل خاص دارن از این روز و خوشی دارن. خینه میکنه دخترها، لباس میسازن دخترها و بچه ها. در کل قبلا نام یادآور شدم ایدی میگیرن. در کل خیلی خوشایند است، بسیار زیباست. بخصوص وقتی که من طفل بودم بسیار زیاد خوشایند بود برای من. بسیار یک علاقمندی خاص من تجلیل میکردم از اید و
قبل لباس تیار میکردم. همون شب که فرداش عید می بود بسیار هیجانی می بودم که فردا عید است، من میرم به عیدی کردن میرم یا با فامیل میرم. در کل فرهنگ بسیار خوب داریم ما و شما و خوشایند است. واقعا جای شک نیست. چطور دیگه دخترها میگن که ما لباس جور کردیم؟ متوجه بودین ما در کل ما را از فرهنگ لباس خوشم میاد، یعنی ما لباس بسیار مقبول جور کردیم. واقعا باش ما باشم تبریکی بتون دیگه. تبریک باشه لباسم به خاطر گفتین ما را زیادتر از اما ما این جور نکردیم، ما به لباس جور نکردیم. یک چیزی که فراموش شاید از عید گذشته باشه. مختص مدمی چند سال به عنوان عید من لباس آماده نمی کنم. خب قبل از عید میدم همه ایشان از قدردان. بسیار زیبا، بسیار مقبول، اردید بسیار مقبول زمزمه کردین. سپوږمۍ جان آرام زمزمه کردن، شما یک آهنگ شاد زمزمه کردین. واقعا پس دوباره همکارم یک ذره باحال شد، خوب شد. چطور بود؟ شما چی نظر دارین در مورد آهنگ دو هنرمند محبوب مشهور؟ کوچکتر از اینم که نظر بتم اما خیلی مقبول. جا داره که ما امشب در خانه مستوره آرزو رئیس بیتمنتون هستیم و خانهش بسیار مقبول دیکور شده. ما میخوایم بپرسم که چطور خودش دیکور کرده یا از کس دیگه کمک گرفته؟ وقدر شما که میگین یعنی با اون سطح خیلی دیکورش مقبول نیست، ولی باز هم خیلی من خوش دارم دیزاین چی در سالن باشه، اتاق خواب همگیش خواستم با سلیقه خود آمادهش بکنم. البته با کمک امشیرین بود. این چیزی که میبینین آماده یعنی کردیم. که دیگه خودتون قدر خلاق نیستین، امشیریتون این کارا رو کرده؟ تقریبا مفکورا البته مشابه بوده و با نظر هم دیگه خواستم که چیزه. خوشبو جان، سپوږمۍ جان، او را که میبینین میوه خشک است، نخورین، سیل کنین. خوردیم، ما خوردیم. وقتی که تشریف آوردم هیچ چیز نگرفتم. آبو جان گرفتیم همه چیز. خب تا حالا که ما چیز نخوردیم چطور است میار در جیب خود پر کنیم؟ حتما دلتتون شده بفرمایید خانه خودتان است. در جیب پر میکنیم. شما موافق هستین خانم آرزو در جیب پر کنیم؟ نه خیلی. یا میگن بر خوردن از بر بردن؟ به خوردن است. اینجا میتونین که شما نوش جان کنین. شوخی کردیم ما هم نمیبردیم دیگه. خب خیر، حالا که گفتن حتما ما یک بادام میخورم و شما هم نوش جان بکنین دیگه. یک میمان دیگه که اینجا در کنار ما نشسته گپای ما را گوش داره، هیچ چیز نمیگه. نمیفهم دلیل چی است، از خودش میپرسیم. حتما روزه سرش تاثیر گذار شده، زیاد تاثیر گذاشته، به او خاطر همونطور آرام به انرژی مانده. خب توریالی جان، یک سلام تقدیم بکنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون خورشید. دو هنرمند کنگره طلایی افغانستان، خوشبو جان و سپوږمۍ جان و همچنان رئیس حزب بزرگوار و جناب شما و دوستان و همکارای تکنیکی که اینجا تشریف دارم. طاعات و عبادات بیننده های عزیز، شب نشینی هایتان که در طول یک ماه مبارک رمضان شما انجام دادیم و درگاه الله قبول و امیدوار هستم که یک ماه بسیار خوب و تمام طاعات و عباداتان مورد قبول درگاه الهی قبول شده باشند. خب ما منتظر هستم که شما بگین با هم چیزایی که داریم شریک بکنیم و تا هنوز یک شنونده خوب بودیم. باید ببینیم که شما چی دارین، ما چی گفتنی دارم به شما. یعنی تاییدم گپای ما را شنونده بودی، شنیدی گپای ما را، از کدام گپ ما بیشتر خوشت آمد و از کدام بحث ما میشه بگی؟ خب بحث اولتون که مسئله عنعنه بود، کلچر بود و کلتور مردم افغانستان بود، تجلیل از عید بود. همچنان که رئیس حزب گپای خوبی را یادآوری کردن و نکات خوب را گفتن، همچنان از دستاوردهای دو هنرمند خوب افغانستان شمارد کردن و دستاوردهاشون را گفتن که همه دستاوردهاشون چشمگیر بود و در عام تمام بحثی که شما کردین مورد پسند قرار گرفت و با جان دل شنید. خب توریالای عزیز، چطور است در مورد تجلیل فرهنگ مردم تخار کمی بگین؟ مردم تخار عید چگونه تجلیل میکنن؟ روز اول عید، روز دوم عید، یا روز سوم عید؟ یکمی در مورد فرهنگ بگین. من فکر میکنم که تجلیل از عید در سطح افغانستان یکسان است. با اندک تغییرات در سطح